حالا که برق مدام قطع میشه، بذارید یادی کنیم از اولین ورود برق به ایران. در دوره قاجار که برق تازه به ایران اومده بود، روحانیون مخالفش بودن و برق رو وسیله شیطانی و باعث فساد مردان و فاحشه شدن زنان میدونستن. میگفتن چگونه حبابی بدون هیچ سوختی خود به خود اتاق و محل تاریکی را روشن میکند و عجیب تر آن که بدون فوت کردن خاموش میشود. پس نور شیطان را وارد خانه هایتان نکنید که زنان و دختران را فاحشه و پسران را مفعول و مردان را بیمار و عقیم می‌کند. کارخانه برق برای اینکه مشتری پیدا کند پول برق را کمتر از پول نفت تعیین کرد و یک هفته اول برق رایگان به مردم میداد. اما باز هم کسی حاضر به ورود برق به خانه‌اش نبود و اگر کسی هم جرأت ریسک پیدا می‌کرد، یک هفته اول زنان و دخترانش را به خانه اقوا می‌فرستاد تا به ناموسش آسیبی نرسد. بالاخره برخی از کاسبان و میوه فروشان تم به قبول کردن برق دادند و نه تنها زنانشان فاحشه و خودشان مفعول نشدند، بلکه با نور بیشتری که بر دکان و بساطشان میافتاد فروششان چند برابر شد و اینجوری بود که برق به ایران اومد و الانم که داره از ایران میره.